مطمئنا همتون تو الان یک بار سوار اسنپ شدید، ولی تو این داستان یه شخصی برای من داستانی رو فرستاده از خودش که وقتی داشته اسنپ کار میکرده 2 دختر رو سوار میکنه که خودتون در ادامه بفهمید. حتما ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب هم فراموش نشه. سلام. قبل از این که بخوام اتفاقی از خودم رو براتون بگم باید بگم که من راننده اسنپ هستم. یک شب که داشتم اسنپ کار میکردم بارون خیلی شدیدی میومد و حسابی خسته شده بودم. ساعت 11 شب بود که از ساعت 6 صبح اسنپ بودم. تا همین الان آخرین مسافر رو به مقصد رسوندم و خواستم برم خونه که گوشی به صدا در اومد. دیدم که یک مسافر دقیقاً از همون جایی که من ایستاده بودم میخواست بره بیرون شهر. خیلی خسته بودم اما واقعاً به پولش نیاز داشتم. کرایه نسبتاً خوبی داشت. کرایش حدود 600 تومن بود. توی فکر فرو رفتم که اجاره این ماه 1-2 روز دیگه است و باید هر طور که شده اون پول رو جور کنم. حدود 2 میلیون کم بودم. خواب بد جوری چشمام رو گرفته بود. دو دل بودم که قبول کنم یا نه. اما خوبیش همین بود که دقیقاً همون جایی که من وایساده بودم مسافر بود. بعد از کمی فکر کردن درخواست رو قبول کردم. نگاهی به این طرف و اون طرف خیابون انداختم تا ببینم کسی میاد یا نه. 2 دختر نسبتاً جوون، فکر کنم حدود 20-21 سالشون بود، از اون طرف خیابون به سمت ماشینم اومدن. سر و وضع نامناسبی داشتن. معلوم نبود این وقت شب اینا کجا میخوان برن. در ماشین رو باز کردن و عقب نشستن. توی آینه نگاهی بهشون انداختم. بدجور خوشگل بودن. نمیتونستم چشم ازشون بردارم. یکی از دخترها که موی بلوندی داشت توی آینه نگاهی به من انداخت و گفت اگه دید زدن تموم شد حرکت کن دیگه. شوکه شده بودم. چقدر رک بودن. رو به دخترک کردم و گفتم کی شما رو نگاه کرد؟ میخوام ببینم کسی پشت ماشین هست میخوایم حرکت کنیم؟ دختر پوزخندی زد و شیشه ماشین رو کشید پایین. شروع به حرکت کردن به سمت مقصد کردم. مقصد یه جای بیرون از شهر بود که تقریبا 30 کیلومتر از شهر فاصله داشت. تا حالا مسافر به اونجا نبرده بودم و اصلا نمیدونستم کجاست. رو به دختری کردم و بهش گفتم این جایی که میریم کجاست؟ میشه بدونم؟ دختر با اون چشمای خمارش توی آینه به من زل زده بود که با صدای من به خودش اومد و گفت ببین آقا آدرسش که توی همون لوکیشن که زدمه. دقیقاً برید همون جایی که زدم. و دیگه هیچ حرفی نزد. اون یکی دختره رو به اون بلونده کرد و گفت محسا دیرمون میشه، بگو یکم زودتر بره. دختره رو به من کرد و گفت میشه آقا یکم زودتر برید؟ رو بهش کردم و گفتم باشه محسا خانم هرچی شما بگید. لبخندی زد و دیگه چیزی نگفت. مسیر یه کمی طولانی بود. توی آینه یواشکی بهشون نگاه مینداختم و بهشون گفتم خوبه حالا بگین اسمتون چیه تا یکم آشنا بشیم. شما رو که نمیدونم. تویی که موهات زرده مهسا هستی درسته؟ و اونی که موهاش فرفری اسمش چیه؟ چند سالشه؟ دختر مو فرفری رو به من کرد و گفت اسم من خاطر است و 22 سالمه. مهسا هم همینطور. رو بهشون کردم و گفتم شما از من نپرسیدینا، من از شما پرسیدم. ولی منم خودم رو معرفی میکنم. من محمدم و 25 سالمه. شغلی هم که دارم که دارید میبینید، اسنپ کار میکنم. خاطر رو به من کرد و گفت خوبه انشالله که موفق باشی. لبخندی بهش زدم که چیزی نگفت. منتظر اشاره‌ای بودم.
مدام لبخند میزدم و بهشون متلک مینداختم. منتظر بودم تا یکیشون که شده ندایی بده و من شمارم رو بهشون بدم. هیچ وقت با 2 دختر اینقدر نزدیک نشده بودم. دلم یه جوری شده بود. اونا هم که سر و وضع مناسبی نداشتن و منو بیشتر وسوسه میکردن. میتونم بگم به زور جلوی خودم رو گرفته بودم که بلایی سرشون نیارم. بعد از 1 ساعت رانندگی رسیدیم. تقریبا نزدیک مقصد بودیم که مهسا رو به من کرد و گفت بپیش توی این خاکی. ماشین رو به سمت چپ روندم. یه محله قدیمی که حسابی داغون بود رو میتونستم ببینم که کاملا خرابه بود. هیچکی اونجا نبود. همه جا تاریک بود. هیچ لامپی هم روشن نبود و نداشت. حتی توی اون خرابه ها هم هیچ نوری نبود. کمی ترسیده بودم. آخه تا حالا همچین جایی رو ندیده بودم. رو به مهسا کردم و گفتم مطمئنی لوکیشن رو درست وارد کردی؟ اینجا که خرابه است. هیچی نیست. شما اینجا چی کار دارین آخه؟ گفت درسته، تو حرف نزن. آخر همین خیابون وایسا. به ته کوچه رسیده بودیم. رو به من کرد و گفت جلوی همین قبرستون نگه دار. روی ترمز زدم و ماشین رو نگه داشتم. آخه اینجا دیگه کجا بود؟ این دخترها با این سر و وضع و این ظاهر زیبا اینجا چی کار میکردن؟ دخترها از ماشین پیاده شدن که با عجله شیشه رو دادم پایین و گفتم خوبه خانوما، به مقصدتون که رسیدین. نمیخواین کرایه بدین؟ ظاهرا فراموش کردین. خاطره رو به من کرد و گفت همینجا وایسا، 1/2 ساعت دیگه میایم. بعد از این که 1/2 ساعت دیگه اومدیم باهاتون حساب میکنم. بهشون گفتم باشه، فقط سعی کنید زود بیاین. داشتم اونا رو نگاه میکردم. رفتن توی خونه‌ای که دقیقاً روبروی قبرستون بود، اما هیچ نوری نداشت. من که حسابی کنجکاو شده بودم از توی ماشین بیرون اومدم و یک نگاهی به دور و اطراف انداختم. روبروی اون خونه یک قبرستون خیلی قدیمی بود که معلوم بود برای الان نیست. به سمت خونه رفتم که خونه هیچ حیاتی نداشت و فقط یک اتاق بود. اتاقی که فقط یک در چوبی داشت. خیلی کنجکاو شده بودم که اون 2 دختر خوشگل اونجا چی کار میکردن. جلوتر رفتم و از کنج در نگاهی به داخل انداختم. خونه کاملا تاریک بود و انگار اثری ازشون نبود. کمی بیرون منتظر موندم ولی خبری از اون دخترها که نشد. آروم آروم رفتم و در رو باز کردم. صدای خیلی بدی داد که اگه متوجه هم نبودن کسی میخواد بیاد داخل با اون صدای در میفهمیدن. آروم داخل خونه رفتم. یه اتاق 12 متری بیشتر نبود، اما جو خیلی سنگینی داشت. نگاهی به اطراف انداختم ولی اثری از اون دخترها نبود. پس اون دخترها کجا بودن؟ مگه نیومدن تو این اتاق؟ من که از غیب شدنشون ترسیده بودم با عجله خواستم از اون اتاق بیرون برم که صداشون منو میخکوب کرد. یه صدایی شنیدم که به من گفت با اجازه کی اومدی اینجا؟ مگه نگفتم توی ماشین منتظرمون بشین؟ صداشون کاملا تغییر کرده بود و دورگه شده بود. انگار هم زن بودن و هم مرد. برگشتم با ترس نگاهی بهشون انداختم که خودشون بودن، اما با یه قیافه‌ای خیلی ترسناک. صورت و بدنشون کاملا سیاه شده بود، اما ته چهرهشون مثل قبل بود. چشماشون قرمز شده بود و از گوشه لبشون خون میچکید.
من که حسابی وحشت کرده بودم سریع از خونه فرار کردم و دویدم سمت ماشین، اما هر کاری کردم در ماشین لعنتی باز نمیشد. با تمام توانم به ضربه‌ای به شیشه ماشین زدم، اما انگار نه انگار. ماشین رو ول کردم و دویدم سمت قبرستون. اون دخترها همینطوری به دنبال من می اومدن. توان دویدن رو دیگه نداشتم که پشت یکی از درختای قبرستون قایم شدم تا شاید منو پیدا نکنن و خلاص بشم. نفس عمیقی کشیدم، سرم رو آروم برگردوندم تا ببینم کجان، که حضور شخصی رو پشت سرم حس کردم که نفسهای داغش به پشت گردنم میخورد. حالم داشت بد میشد. با ترس پشت سرم رو نگاه کردم که خودشون بودن. خواستم فرار کنم که پام گوشه یکی از قبرها گیر کرد و افتادم روی زمین. اون دوتا دختر داشتن نزدیکم می اومدن. من هیچ کاری جز فرار کردن از دستم بر نمی اومد. یکیشون جلو اومد و گردنم رو گرفت و اونقدر فشار داد که میخواستم خفه بشم. با صدای بلندی داد میزد و گفت تو نباید میمدی تو این خونه، تو نباید ما اینجوری. کم کم داشتم بیهوش میشدم که یه چیزی توی ذهنم اومد. با صدای خفه‌ای گفتم بسم الله. تا اینو گفتم اونا غیب شدن و دیگه اثری ازشون نبود و کم مونده بود که خفه بشم. آخه اونا دیگه کی بودن؟ با عجله به سمت ماشینم دویدم و در ماشین انگار باز شده بود. سوار ماشینم شدم و پام رو گذاشتم روی گاز. سر نیم ساعت رسیدم توی شهر. باورم نمیشد که این اتفاقات برام افتاده بود. الان چند روزی از این اتفاقات میگذره، اما اون دخترها همه جا با منن. دست از سرم بر نمیدارن. شبا دیگه نمیتونم راحت بخوابم. فردای اون روز پیش یک دعانویس رفتم. اون کمکم کرد تا از شهرشون راحت شم. کمکم کرد تا زندگیم کمی آروم بگیره. الان حالم کمی بهتر شده، اما اون ماجرا هیچ وقت از ذهنم پاک نمیشه و هیچ وقت نمیتونم بفهمم که اونا کی بودن. مرسی از اینکه این داستان رو تماشا کردید. این بالای داستان ترسناکی مثل همین داستان هم هست که میتونید اون داستان رو هم تماشا کنید و نهایت لذت رو ببرید. اگرم بار اول است که چهره من رو مشاهده میکنید، کانال منو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله که اون رو بزنید تا هیچ کدوم از داستان‌های آینده ما رو از دست ندید. حتما ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو توی بخش کامنت ها به راجع به این داستان برای من بنویسید. فعلا